سلام رفقا، چطورید بچه ها؟ خوبی؟ من برگشتم با یه ویدیو جدید، با یه سبک جدید. سبک ویدیومون چجوریه؟ داخل این ویدیو ما اومدیم یه مرحله اضافه کردیم به جی تی سان آندرس آفلاین. میخوایم مرحله رو رد کنیم و به شما هم نشون بدیم. خب حالا ساختیم مرحله رو، تو ویدیو بعد بهتون آموزش میدم. خب داستان مرحله هم بهتون بگم، بعد شروع کنیم به رفتن مرحله. داخل این مرحله ما از ووزی که عکسش این بغل میاد، همون کاراکتر کور بازی آفلاین که وانمود کرد کور نیست، مأموریت گرفتیم یه تانک بدزدیم، تانک سوات که همون تانک آب پاش هستش. داخل مرحله آخر که وقتی داریم میگ اسموکو میکشیم با اون میخوان جلوی ما رو بگیرن. خب اون اومده یه دونه یوزی به ما داده با 10,000 تا تیر تقریبا و یه لباس سوات که بریم اینو بدزیم. الان لنگرگاهیم. اینجا بپرین داخل. اوه چقدر مامور. میخوام هدشات کنم ها. جونم مادرت هدشات شد. تو رو خدا هدشات شد. هدشات شد. بعدی آی حرم کردیم. وای بد زدن 4 نفر یهو. پای مینه خدا بینم بابا لاد شده برای من از بچگیم جی تی بازی میکردم. کی هستی تو؟ مقب کسی نیست که. بریم داخل این قرمزه. اوه تانک اسمش شد. اوه اوه نزمون من میام بیرون فقط اون نزن. پلیس کجای دارم بزنم آقا؟ با اینجا میخوام با اینام بزنم یا حسین. بشین سریع بریم تا که هیچ. اوه اومد اصل داستان اومد. پیاده شو این. اومدم یه بار مرحله رو ریکورد کنم به خاطر همین آوردم. بابا دوت کرد. باشه کوش. گاز بده. کج برو تیر نخور. جون مادر تیر نخوری یا حسین تو همین بغل سوپونش. آی تو رو خدا تیر نخوری. جون اون مادرت قسم. سازنده تانک شرکتش چیه؟ مادرش پیش اونا. من نپرسی مادرش چیه. خب ایبا بنازم. اینم از مرحله. وای خب بچه تا ویدیوی بعد، مرحله بعد و آموزش ساخت مرحله و نصب مرحله شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قبل اینکه خداحافظیم کامل شه، لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.